سلام دوستان، یه محتوی آوردم برامون که کلا 4 تا محتوی روشن نمیشه، قطعی وصلی داره. یه زمان روشن میشه یه زمان نه. دو تاش که کلا روشن نمیشه، اون دو تای دیگه هم یه زمان روشن میشه یه زمان نه. حالا من برای که تایم ویدیو گرفته نشه بازش کردم. می‌بینید که همین الان که باز کردیم یه خازنش پاد داره. این خازن چند میکروه، چند ولت عوض کنم. یه خازن 10 میکرو 400 ولت. من روغنی رو باز کنم. ذره روغنی بزنیم به کلیاش راحت جدا بشه، راحت توجه بشه. خب سوراخ‌هاشو باز کنم که خازن بعدی رو کجا بزنیم. باز شد. یه خازن 10 میکرو 400 آوردیم. چما میزنیم؟ این که باد داره همین وای نمیسدش. 10 میکرو 400 بزن اینجاش. اضافه کنیمشون بچینیم. یه ذره تمیزش کنیم چربیش بره. من برم یه ولتاژ بیارم این تست بگیرم. خب دوستان، من یه سیم دو شاخه بهش وصل کردم که وصل به لامپته. حالا من کلید لامپته رو دادم، امید که خازنش رو عوض کردیم درست شد. مشکلش پس فقط یک عدد خازن بود که باد کرده بود. خب همونطور که میبینید 4 تا محتویاش روشنه. پس مشکلش این شد که یه خازن 400 ولت 10 میکروفاراد باد کرده بود. بعد لحیم سردی داشته این دوتا که انقدر فشار شدن کلا شکسته، ولی من لحیم سردیاشو برطرف کردم و درستش کردم تا ببندیم دیگه بدیم تحویل مشتری. لایک و کامنت فراموش نشه.